خبر بسیار مهم برای ارز دیجیتال چینلینک. هفته گذشته که بازار اصلاح داشت بچه‌ها حدود 1.5 میلیارد دلار نهنگا اومدن و از این ارز خریداری کردن. حالا تو این ویدیو بریم بررسی کنیم این خبر چه تأثیری میتونه روی این ارز داشته باشه و اگر ما بخوایم روی این ارز عالی و مستعد رشد سرمایه گذاری بکنیم تو چه قیمت‌هایی مناسبه. با دقت تا آخر این ویدیو با من همراه باش. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. من محمدم و اینجا کانال مگا تریدر. خب همونطور که بچه‌ها گفتم میخوام در مورد ارز چینلینک و خبر بسیار مهمی که اخیراً براش منتشر شد و حالا یه سری اخبار دیگه هم که قبل‌تر براش منتشر شده بود در موردش صحبت بکنم و حالا یه تحلیلی هم با هم داشته باشیم. و اگه میخواید ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید حتما همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید. بچه‌ها ارز چینلینک الان توی رتبه 15 کوین مارکت کپ و با قیمت حدودی 23 دلار و 50 سنت الان داره معامله میشه و یک توکنی هست که حالا هم بر بستر شبکه اتریوم هست، هم بایننس اسمارت چین و حالا یه سری شبکه‌های دیگه مثل فانتوم، آوالانچ و حالا شبکه‌های دیگه‌ای که هستش. بچه‌ها توی هفته گذشته که بازار یه مقدار اصلاح داشت، نهنگ‌ها هجوم آوردن به خرید چینلینک و در واقع سرمایه‌گذاران کوتاه مدتی اومدن چینلینک هاشون رو فروختن و اون نهنگ هایی که خب احتمالاً یه مقدار دیدشون بلند مدت تر هست اومدن و ارز چینلینک رو در واقع خریداری کردن و در واقع این نهنگ هایی که خریدن کسایی بودن که بین 1 میلیون تا 10 میلیون چینلینک توی در واقع کیف پولشون دارن و که در واقع کل این تعداد چینلینکی که توی این اصلاح اخیر خریداری شد حدود 62 میلیون واحد بود که حدود 3% و 4% از این 3.4% از این ارز شامل میشه که از نظر دلاری و از نظر ارزشی 1 میلیارد و در واقع 45 صدم دلار در واقع ارزش کل این چینلینکی بود که نهنگ‌ها توی این اصلاح اخیر خریدن و به موجودی چینلینک خودشون اضافه کردن. خب طبیعتاً وقتی نهنگ‌ها میاد این مقدار و این حجم عظیم رو که اون قیمت چینلینک میخرن، طبیعتاً این نشون میده که حساب ویژه‌ای روی چینلینک باز کردن و امیدوار هستن و تحلیلشون این هستش که چینلینک میتونه یک ارز بسیار مستعد رشد باشه در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده. که خب این خبر رو هم می‌بینید بچه‌ها سایت یوتودی کار کرده. و یه نکته دیگه هم که در مورد چینلینک وجود داره اینه که اخیراً خبر همکاریش با پروژه‌های خیلی خوبی مثل کاردانو و آوالانچ منتشر شد که این هم باز یه جورای خبر مثبت میتونه برای در واقع چینلینک باشه. ضمن این که همین چند تا ویدیو قبلی اومدیم یک ویدیو گذاشتیم در مورد نظری که آلت کوین دیلی که خب یکی از کانال های معتبر و معروف یوتیوبی توی حوزه رمزارزهاست اومده بود اسم 3 تا آلت کوین رو گفته بود که اون از بین اون 3 تا یعنی یکیش چینلینک بود که گفته بود به نظرش میتونه مستعد رشد باشه و یک جهش قیمتی داشته باشه که کامل در مورد اون 3 تا آلت کوین ویدیو ساختیم که ویدیوش همین بالا براتون میذارم. اگه خواستید این ویدیو رو هم ببینید خیلی جالب هست با اون 2 تا آلت کوین دیگه هم که این کانال یوتیوبی گفته آشنا بشین و حالا تحلیل هایی که براتون توی اون ویدیو قرار دادم. خب بریم یه تحلیلی هم از چینلینک خیلی سریع داشته باشیم از نظر نموداری که اگر بخواید روی چینلینک سرمایه گذاری بکنید توی چه محدوده قیمتی مناسب هست و چه تارگت هایی رو میتونید برای چینلینک در نظر بگیرید. الان بچه‌ها توی تایم 1 ساعته چینلینک هستیم. این محدوده حمایتی که میبینید محدوده حدوداً 20.5 دلار تا 21.5 دلار هستش که همون محدوده هستش. خب احتمالاً نهنگ‌ها اومدن تو همین قیمت یک خرید سنگینی رو انجام دادن و از نظر ذهنی و روانی هم محدوده عدد روند 20 دلار هستش که یک محدوده حمایتی قوی محسوب میشه. پس بچه این محدوده حمایتی برای ما میتونه مناسب باشه که ما بیایم یک پله روی چینلینک خرید خودمون رو انجام بدیم و از طرف یک محدوده مقاومتی همین بالا داره که میتونه به عنوان تارگت اول ما قرار بگیره که حالا میتونیم یه مقدار سیو سودی تو این محدوده داشته باشیم. محدوده
$25 تا حدوداً $25.5 یک محدوده هست که میتونه برای یه مقدار حالا سیو سود مناسب باشه. و تارگت های بعدی که میشه برای چین لینک در نظر گرفت تارگت $29.24 و $31.91 هستش که البته انتظار میره در بلند مدت تارگت های بالاتری رو ببینه، ولی خب فعلا در کوتاه مدت این تارگت ها رو من براش در نظر گرفتم. و نکته دیگه هم که وجود داره اینه که بچه‌ها یک خط روندی رو هم ما در تایم 4 ساعته می‌بینیم. این دو تا سقف رو اگر ما با هم وصل بکنیم یک خط روند نزولی میشه که امکان داره در آینده یک واکنشی رو هم باعث بشه که در واقع یک واکنشی توی قیمت و نمودار اتفاق بیفته. و در نهایت اگر بخوایم یه بررسی بکنیم و ببینیم که تا سقف قیمتی خودش چینی چه مقدار فاصله داره از همین قیمت فعلی، می‌بینیم که حدوداً 134% تا سقف قیمتی خودش فاصله داره که باید ببینیم در هفته ها و ماه های آینده چه اتفاقی برای چین لینک میفته. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشی. اگر برات مفید بوده حتما کانال رو سابسکرایب بکن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی و این ویدیو رو هم لایک بکن و یه کامنت هم حتما برامون بذار، کامنت ترجیحاً انگلیسی که یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده، سابسکرایبتون در واقع نپره. دم همتون گرم تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.